پسرم اسلامیدین مکتب میانه را ختم کرد. بعد با دانشگاه ناصر خسروی شهر کودتا جا درس کاری از امتحان نگذشت. خانه آمد چند ایستاد گفت که میرم در روسیه کار میکنم در فدراسیون روسیه. بعد اومده با طوری در گورنر حجت ما میسپارم. ماه فوریه اخیرای ماه فوریه با فدراسیون روسیه سفر کرد. در اونجا اکش قبولش کرد. اونجا کار میکردن. بعد 5 ماه تا 5 ماه همونجا کار کردن. بعد یک شب به کارکنای امنیت اومدن پرسیدن اینجا در خونه اومدن پرسیدن که می فرزند تو در جای. گفتم در فدراسیون روسیه کار کیسه است. گفتن که کار نمینه. گفتن در تاجیکستان اومدگی. گفتم اومدگی نیست. صورت ششون اومده. گفتن این فرزند شما. گفتم فرزند ما. دل می بودن دم دنیا دل میاناد نوشتیم چیکار میکرد سرام میکرد. اومدنش در یک دوری گفتم خبر ندارم. اومدنش چه خیلی اومد نمیدونم. همینطوری واقع شده. در دهن خوجگی فرمری دارم. خوجگی دهقانی یک هکتار 35 سوتی باغ بنج در پخته های رشقه دهقانی می‌نیم. یگان بار یگان سخن نمیگم. فقط هم سخنی خشقتی قطم گپ میزنم. میگفتم شالا بچم کار کرسم جمع که بیا هم مکتب داخلش هم زندگی مایل آوازون مایل میام کار می‌نم سم جمع میام مکتب داخل میشم. رفتار که داشتم معلماش پرسی هم سنفوش پرسی نه اخلاق پرسی چی میگن برای فیبر رفتگی کودک بود من جالم بوشیر میکرد. یگان زندگی را دیدگی نه فرزند که اقلا یک زندگی را دیدگی ای رایون برمودگی نبود. خودم دوباره مکتب دیار کرد قرانتی پاش بود و ابراه نمیدونم رفته دوباره خودم بردمش مکتب. میزد و چه جون معلمی و مکتب میدرو بچه بی اقل نبود بچه خوب بود. برای کدوم فریبی بودن بچه ما چکو کنیم دیگه ای بچه پی باوری نداشتن. امروز خواب دهان مکان یا میگریه میشینیم چکو کنیم اوخی دیگه